دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، باران رحمت از هر طریق ممکن می خواهد که دست هموطنان مستمند و بی‌بضاعت خیش را بگیرد. باران رحمت در حقیقت آورنده لبخند بر لبان خشکیده هموطنان مستمند می باشد، ولی آوردن این خنده ها بر لبهای هموطنان مستمند بدون مساعدت و کمک شما امکان پذیر نیست. الله متعال همه کسانی را که در این برنامه خیریه سهم گرفتند مزد و پاداش جزیل و بیکران نصیب کند. کردنش با من به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله. فردا بیستک همین سه تعطیم پیشم مانده، من هیچ دارایی ندارم، همین سبکی همین گریان میکرد که من کالا ندارم، من دیگه پدر و مادر ندارم، اینم تا سه تا پیشم تعطیم مانده. من چی کردم دیگه؟ چی چاره دارم؟ هیچ چاره ندارم. خودم اینطور مریض هستم، روز ما اینم تو هست دیگه چی رقم کنم؟ گاهی که هیچ متاکایی ندارم که یا کالا کنن یا چی کنن. هر کسی که کمک کرد از بر یزی خداوند ما خیر ببینم. چند سال میشه که فوت کرده مادر پدرشم؟ 3 سال شده. چه قسم فوت کرده؟ اینمی اونم الغاتی فوت کرد. یک گلدسته ده و کندوز ولایت نیستو در چینه دارو بچه نمارکی دی مننه تاسې نه چې موږ سره کومک وکاوه او 5 کاله کېږي چې مېړه مې شهید سوی د چینه لرو د بېګا ته چې بچیان ته چیوه تیار کړو همسایه نم ډوډۍ رالیږي او شی رالیږي نه اوړه لرو نه غوړ لرو هېڅ شی نه لرو. تاسې نه مننه چې دا پیسې م راکړې به اختر د بچه د همکاري مالي وکړو. Ya Allah, 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 Ya Allah. من عبیبه هستم، از ولایت قندز هستم. همین بچه‌ها که من معیوب است، من خودم کاری مردم هم میکنم، نانوار خانه ندارم، شوهرم شهید شده، اگه نانوار خانه ندارم، کسی نیست که نانوی خانه را بیاره. دیدن روزی دختره که ما گریان میکرد که کالای ایدی بخر، با اینو که نگرفتم کالا یک دانکه یک پتو داده که قدیفه را که امورا اگه میترسته کالا که بابی اون را گرفتم آوردم کالا میکنم، گفته خیاطم قیمت میگیره دیگه نمیتونم که ببرم ماشین مثلا ایروزار بودم دیگه. دخترم زیاد گریان کرد، دیدن روز زدمش. یعنی بچه‌ها که معیوب است، یک بچه‌ها که کلون دیگه داره، مورم معیوب است، سرش خراب است، از روی دور ببرن این در پا بتنم در پا میگیره، فرق نفت نداره که دایو بیشتر فرق نمیکنه، دستش فرش است، بغلش فرش است، سرش اعصابش خراب است، گپو نمیفهمه، زیاد سرم تشویش میکنه، جگرخونی میکنه، خنده میکنه.
میزنم لط کوبش میکنم دیگه که تو کار که تو زحمت بکش که اینو صغیرا به در خواب بسر سیم دیگه کرای اولی اون است از ظرف ظروف خانه ندارم یک ترمز یک تعداد بکار دمی رمضان یک جای کار کنیم یک ترمز کنه شفاف است خونم و میره و اورا داد برام دیگه ظرف خونم ندارم بای فرشم ندارم این فرشکای خونه مردم که جایی که کار میکنن فرشکای خونه شون دو آوردم در خونم آورد کردم تو شکای همین کرتی مورتی که دادن کندم آوردم در خونم تو شک جور کردم برای اشتکام دیگه زندگی زیاد خسته کنه زندگی زیاد شب و روزم به غم تیر میشه هیچ مشکلاتم خوب نیست اقتصادی ضعیف است وقتی که شب نون هیچ چیز ندارم با پخته کنیم من نون از خانه همین جای کارگرام وقت کم یک قاب در نون میتونم میگیرم میارم خانه اشتکام میخورم ټول کله د پیسې راکړي او ډېره مننه تاسو نه چې غریبانو له زړه خبر شئ دغه راغلی ما د غریب کور اواله مو اخیست نورساس معولت قندز هستم من کالاشویی میکنم بعد تلویزیون میکنم 4 سال پیش شوهرم 6 تا اشتک دارم تشکر باشین